بچه‌ها شاید باورتون نشه. پس یه دست دیگه میدیم. حد 3 کلمه داشته باشیم. برای هر نفر یک کلمه در نظر میگیم. در واقع بعد بچسبونیم روشونید و چون ما چسب نیاوردیم می‌نویسیم می‌ذاریم اینجا. یک کلمه برای یکی در نظر میگیریم. 2 دقیقه بهش تایم میدیم تا حدس بزنه با 20 تا دیگه. تعداد سوالم مهم نیست دیگه. هر شب 2 دقیقه که برسه با 2 دقیقه کلمه. تایم. جاندار یا بیجان؟ بیجانه. بعد صفت یا صفت نیست. اشیاء نیست. بیجان اشیا نیست. چجوری لباس داره؟ نیست. چجوری بیجان اشیا نیست؟ خیلی چیزای دیگه بیجانن ولی اشیا نیستن. تا هم من بعضی وقتا بیجانم در حال که اشیا نیست. زیاد کشیدم. خب فنوز خونه تنهایی جانداری جزو طبیعت محسوب میشه؟ جزو طبیعت که نه. حالا سوال تو یکم تو همین ادامه بده. میتونه باشه. طبیعت نیست. نه طبیعت نیست. نه طبیعت خیلی چیزه. نه علی طبیعت نه. نه طبیعت نه. اون طبیعی تو ذهنت نیست. نه. جزئی از طبیعت نیست یعنی؟ جزئی از البسه اینا که نیست که. نه دیگه. بعد 6 سوال مهم نیست. 45 ثانیه. بعد بیشتر مورد استفاده آقایون یا خانوما؟ چی مورد استفاده؟ همین جفتشون. چی بود جفتشون؟ قابل استفاده است دیگه. نه. چرا میگی جفتشون؟ چرا میگی جفتشون؟ خب تو سوال بودم با آره یا نه جواب بدم. بیجان اشیا نیست، قابل استفاده هم نیست. قابل استفاده نیست گفتین دیگه. نه. پس چه خلق شده؟ ربطی نداره. نه قابل سوالت استفاده اصلا بودنش نه به طبیعت بودنش ربطی به اون نداره. اول اگه فلسفی بهش فکر کنی میتونی بگی آره یا نه. دیگه بپرسی. ولی تو سنگ؟ خیلی. اونم 4 اعضای بدن نیست؟ نه. 2 چرا؟ نگو اول بازی بچه‌ها چیزای آسان‌تر بزنید مثلا مثل مکان و اینها خودش لباس اشیاء مکان چی بود؟ قسطنطنیه. اصلا هر چی تو مثلا پارک دیگه. ملت اصلا مکان نیست اصلا مکان نرسیدی خب. ضرب در بود تو صفر می‌ذاری. دوست داشتم صفر خورده تصمیمش بیشتره. چیزای آسون بزنید مثل مکان مثلا زمان مکان آخه لباس نه دیگه بشه بود نه اصلا مکان نه شیء نه صفت نه اسم نه اعضاء نه اسم ماشینه نه سختی بود. به من ربط داره بله. بهش ربطی چرا داری ربط داره؟ میتونه چرا دیگه چرا نداره؟ ربطی داره بهش به خدا ربطی تو داره خود ربط نداره با میشه من نه واقعا ربطی نداره آخه چرا نداشته باشه؟ حالا ولش کن ربط داره جوابشون ربط داره 2000 years later. حتی یه دونه آره نگرفتم تا الان این که میگی به من ممکنه ربط داشته باشه یه شغله نه ها؟ مهارت حرفه است اصلا هیچی مهارت حرفه اصلا هیچ کوفتی نیست درست گفتی هیچ گفتی و به تو ربط داشت نسبت فامیلی نیست نه یک صفت جامعه‌ایه مثلا نه صفت که پرسیدی اول. این که ممکنه به من ربط داشته باشه یعنی تو همه هست و ممکنه یه روزی به من برسه یا تو همه هم ممکنه تو چی گفتی آره چی بود؟ بابا یوتیوب کجا شغله کجا به علی ربط داره شما سازندشی عزیزم پلتفرم یوتیوب یوتیوبر شغل یوتیوب شغل نیست شغل نوشته بود یوتیوب نه قسطنطنیه که نوشته بود نوشته بودی شت بیا پس علی تلافی کنیم میگه خودش داره به تنهایی میمیسه اصلا انگار نمیگه بچه‌ات داره
بزن تا اینو. زمان، خیر. مکان، خیر صفت، خیر اسم، خیر میتونه باشه. آره اسم یه نرم افزاریه، خیر. خیر اسم جاه، نه. اسم شخص، خیر اسم جا منظور مکانه؟ مکان، نه. خیر اسم شیعیه، بله. اسپرسو سازه، خیر. خیر دستگاهه، خیر نه. اسم شی گفتی نیست؟ اسم شی هست دیگه چرا؟ اسمش که هست اسم شی به من مربوطه. بله. خیلی زیاد استفادهش خیلی میکنم. نه. آره چرا که نه. آره قهوه همه ساز دیگه، استفاده می‌کنن. قهوه ساز دیگه خیلی من استفاده میکنم. همه جا استفاده اسم نه. قهوه سازه. بیشتر استفاده میکنم. قهوه سازه. به ما نه. خیلی استفادهمون میشه بهت میگم چرا دلیلشو. بیشتر شما استفاده. قهوه سازه. بله. نه. نگفته بله دوستشو بله زمینی گفته این همه استفاده میکنم، من بیشتر استفاده آره. میکنم. شما به یه نوع دیگه شو استفاده. گوشیه، خیر. اینستاگرام نیست. خیر. شما خیلی میرسن بله یوتیوب میگم میرسن لوازم آرایشی نیست. 40 شما سال. اصلا میکاپ خیر. میکنی عشقم آره دیگه یکم که حالا سر ریمل میزنه آینه، خیر. ماشین، ماشین نیست چرا؟ ماشین نیست خود ماشین نیست. فرمون ماشین، آره چرا داری راه لاستیک نمیری مربوطه دیگه ماشین، بهش. لاستیک ماشین، مدارک ماشین، خیر. شما مدارک آره. با مدارک ماشین وام میدن 10 ثانیه. صندلی ماشین، خیر. فرمون ماشین، خیر. آینه ماشین. خب چی خیر. گفته ماشین؟ یا اول فرسخ تموم شد. چی شد؟ هیچ کی نمیتونه از بزنه. ماشین چرا الان نیست؟ با ماشین همه جا استفاده میشه من رو زمین من واشر ماشینش عوض میکنم من واشر واسه نمیشه. الان ماشین مدل واشر. واشر الان آخه واشر. کلمه است. قسطنطنیه کلمه است واشر از یوتیوب خیلی کلمه راحت تری. حداقل اشیا بود. من رفتم تو چیه ماشین دارم میگم. بچه‌ها لذتی که در عفو و بخشش هست میگم چیزا. خیلی راحت. حالا. برو تا بزن 2 ثانیه بگو. 2 ثانیه آره. جاندار بیجان بپرس. آره یا جاندار یا نه؟ بیجانه جاندار آره نه. نداره. بیجان. اشیاء بله. بله بله من زیر استفاده میکنم بله. استفاده روزانه دارم ازش بله. الان دارم استفاده میکنم بله. ازش بله. عینک دیدیه بله. نه خیر. اشیاء که الان استفاده میکنم لباسه بله. بله. شال خیر. خیر. مانتو بله. این چیزی که نوشته شد انتخاب نفیسه بود. مسئولیت رو گردن می‌گیره. اشیا بله. بله در حال حاضر داره استفاده میشه در حال استفاده نه توسط ما. نه یعنی چی؟ چرا؟ ولی چیزی بود که میتونست اینجا باشه. این جاش آره آره. میتونست باشه. آره جاش خالی؟ نه جاش خالی نیست خالی نیست. پره. نه خیلی گرمه ساعت خیر ماشین نیست. نه. نه فلوس نه و وسیله نقلیه نیست. نه وسیله وکیل است ماشین است یه وسیله منشته زنانه است یا مردونه است؟ زنونه. مامتو که نیست. خیر نه. لوازم آرایشی بله یک ها برای چیز رفتیم تو دل لوازم آرایشی. رژ لب، نه. ریمل. بله. چرا تو باید برسی بریم؟ هنوز دو تا چیزی که بلد بودم همینجا. بریم. آقا واسه چیکار کنیم کانتور بلد آسونه ها، دور آسونه بچه‌ها دیگه بکنه برای خواهر مادر خودتون بنویسید. من می‌نویسم. خواهر برادری دیگه تو لش در بیار خودش رو برای خواهر مادر نکنم. شیء، بله زنونه، خیر مردونه. خیر میتونه برای جفتشون مشترک. باشه. توپه، خیر خیر. وسیله ورزشی نیست. نه نه. وسیله کاریه. بعد از ورزشه. چی آبه؟ خیر نه واسه قهوه است. خیر. خیر وسیله است فهمه نگو بعد ورزش. وسیله ورزشی گفتی نیست که. میگم نیست دیگه خوردنیه. خیر. بستگی داشت هر باشه آخه اول گفتیم وسیله
وسیله رو دارین میگین خیر. نه وسیله رو اولین میگیم سوال گفتی آره. پس دیگه چقدر گوشنه. ولی نه دفتر کتابه؟ نه تحریر کلا یا نه؟ نه کیفه؟ نه نه زمان مردونه هم نداره نه. گفتین. کفش؟ نه پوشاکه؟ نه منظورم پوشیدنی کلا. نه اعضای بدن؟ بسی نه آره کلیه وسیله وسیله است. یه وسیله دیگه وسیله نگفتید برای خرید دیگه شما ماشین. گفتید وسیله نیست بعد نه. سوال بعدش این بود که زنان مردونه است نوشته بود ماشینی که میخوام قیمت کلیه رفیقم کلی خودش هم نه. نه دیگه خودش ناسه الان داریم استفادهش میکنیم یا نه؟ بله گوشی موبایل ساعت ساعت هم نیستم دستبند خیلی چیز از موبایل نیست نه شاید عینک باشه ولی موبایل هدفون نیست نیست هدفون یه الان داره استفاده میشه ساعت دستبند لباس هم که گفتیم نیست اینه از آره این چیه؟ این چیه؟ ثانیه آخر زیر فرشی رو فرشی چیه؟ ثانیه آخر بود خدا اشاره نه نه با اشاره اه کرد بابا گفتم دیگه یزیدو ببین واقعا یزیده بریم بچه کلی بس کرد گفتم الان قول یه ما. قول فکر کنین که داریم برای خیلی بچه‌سی اونجوری که علی فرجام کرد بابا این خیلی اصلا تو صبح بهش نمیرسه چوبه مچه اصلا. دور سخته اینا دور سخته الان حساب گرفت دور سخته بعد دیگه من لجباز اصلا میگم ربطی نداره. سخته درست یه سخت برو. سخت هم نیست واقعا جاندار یا بیجا 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 زنونه یا مردونه ربطی نداره اصلا ربطی نداره خوندی آره. ربطی نداره اشیاء نه اشیاء نیست ولی اشیا باشه، نیست بیجا نه نه ازش اشیا استفاده نیست. کنیم نیست شی نیست به عنوان شی نیست مکانه؟ بله بله حتما تو درست خوندی اینا من نمیتونم اصلا سوال رو جواب بدم تو درست آره. جایی هستیمه نه نه آها الان ای فهمیدی؟ داره وسطشون ها نداره جایی که آره. ای داره هستیمه وسطشون بچه تو اصلا مشهده کلمه ای داره ببین تو مشهده نه توی شمال نه تهرانه نه. اصلا تو ایرانه نه 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 تو خارج بله، بله. کجا خارجه جای معروفیه بله. خیلی خیلی. خیلی خیلی معروف. خیلی نه، معروفه روموندا یه که نیستن نه نه نه. و خیلی معروفه صلح یا جنگتونش الان الان هیچ کدوم الان مثلا- صلح خب به قبلا. آمریکا ربط داره خیلی نه. خیلی بحث. به آسیا ربط داره بله کره جنوبی نه خیر چین بله به اون بله ربط داره. به اون ربط بله داره؟ بله چین ربط مکان بله چین بله بله بسیار. بسیار 30 ثانیه. دیوار چین بله 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 باریکلا من دیوار چین چی دیوار بودی؟ دیوار چین چیه مثلا میگم ای داره من اینا رو دیدم گفتم شاید واسه اینا نوشته دیوار چین نه دیواشین چیه واسه خب برای علی نیست دیوار نه دیگه؟ گواتمالا آسون یعنی میگی نه منطقی برای مکان دوباره مکان مکان که نیست آره اسم نه آره اسم نیست اسم آدمه نه اسم نه آدم اسم نیست. وسیله است نه 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 اسم شیعه من زنش رفتم به اسم باشه اسم هست ولی اسم آدم و وسیله نیست اسم اسم ماشینه نه. اعضا نه خب نیست کلا نه انجام دادن یک فعله نه مکان هم نه نیست گفتی اسمه اسم آره مکان هم نیست اسم یک وسیله نیست نه. نه و بعد از این میتونی احتمال کلمه تو- خاله رو تو انتخاب کنی کلمه خاله رو کامنت خوب کنید داره فوش نه تعریف نه خونسا گفتی صفت نیست دیگه این همه داره میگی صفته به گوشی ربط داره نه. به مکانی که توش هستیم نه. ربط نه نه داره نه اینجا چیزی هست که ما رو یادمون بندازه اصلا خط سر سوزن شاید خودت یک کم بعد بازی قرار پارش کنی نه اول شما رو قراره نه خلاصی درست گفتم گفتم آره. نه یه فایده دونه از چیزی- اسم بیا بیرون ولی به غیر اسم انتخاب کن. ولی اسم لباس
نه کشور نه تو ایرانه نه چرا نه؟ کجا پس آخه عزیز من رفاه نه نه امنیت بابا اصلا از این چیزا بیاد سیاسی شد آره. نه بگیرن اون دو تا تموم شد کجا دیگه. خودمون دیدیم. بگو دیگه. کوالا اسم دیگه اسم خب خاصه. حیوانه. خب اسم حیوانه دیگه اسم حیوانیه. کوالا اسم اسم بابا اسم خاصی کوالا. اسم داشت. حیوان خر اسمه کوالا اسم خاصه. نه. اسم آره اسم خاصه. خراب اسم نیست. اسم بابا. حیوانه مثلا باشه اسمه اسم خلق آدم اسم نیست آدم اسم دیگه کوالا اسم خاصه. مثلا باشه زمین محمد کوالا مگه فقط آدم میگه اسم. نازنین کوالا جان بابا. فاطمه کوالا بذاریم علی میتونی تو خاطر مدل جواب میده داد راحت باش اصرار داره اسمه اسم دیگه هنوزم تو میگم شما- اسمه. تو کامنت ها میگن که خب اسم میگم هست. آره اسمه. حیوان اسمی اسم خر خاصه. اسمه آره اسمه. اگه خر اسمه چرا بهش میگم مثلا گوشت راست مثلا روش اگه گربه اسمه چرا اسم گربه‌مو گذاشتن ملوس میگفتم گربه بیا. بابا اسم دیگه اسم خاصه. ماه اسمه، درخت اسمه، تو اسمی. اینا که میگی شروع اسم میزنی راجع به همشون میتونم 20 ساعت بحث کنم ولش کن برو ولش برو کن بازی رو. برو برو شدن یه برو. چیز سختی بنویس که علی مامانم داره می‌خوره. مکانه؟ جا آره دیگه مکانه دیگه. شیء هست نیست زود باشین بچه مکانه شیء نه شیء نیست نه آه کار دیگه طبیعتیه نه بقیه سوالات وسیله شما است جواب نه اسم که هست چون همین چی اسم آدمه نه مطمئن درست خوندی مکان دیگه داره بده. دیگه تو از علی رو آره، پرس. من- بهتر بلده. هست نیست وای، آه، الان پارک هم باشه تو پارک و میگی مکان نیست خونه مکان نیست. مسئول ورس مکانه برم جلوی ورس آره، مکان نیست مکان. برم جلو مکان نمیدونم عمومیه خود با جایی هست که دیگه همه رفت آمد میکنن آره توش میشه رفت الان آمد واسه کرد. خونه آره خونه نه آها خیلی خیلی الان فهمیدم چی داری تو نوشته. چیزشو رفتی آره مکان من دارم آره میگه کوالا عزیزم درست بنویس زنونه مردونه نداره نه جفتش با هم کتاب خونه خیر سالن ورزشی خیلی. استخر خیلی. پارک هم که گفتیم. دریاچه به یک دریا. تو معنا- دریاچه؟ دریا. آره دریا میتونه باشه دریا میتونه نه به یک معنا البته وقتی دیگه 4 ثانیه تایم داری دریا میتونه باشه برای ما حکم دریا رو داره نمیتونی بگی بازم گفتی برای تمام ما شد دریا برای ما حکم دریا بابا، رو تایم حدس تموم بزن شد. لبه دریا ما کجاست سعادت آره دیگه. تو چی خوندی؟ خب سعادت بعد بلغت بگه فروشگاه سعادت و خوشبختی و آره اینها دیگه، مثلا؟ من اینجوری فکر کردم حتما گردو بخور گرده چیه الان سعادت بگیم اسم یک فروشگاه سعادت پاتوق ماست به ما زن. شما این هزارو بچه ها شاید باورتون نشه پس یه دست دیگه میدیم 2 1 1 قدرت بابا، برای من قدرت علی. کوالایی که اسم میذارین دیگه همین اتفاق